واسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا هستی حال دلت خوب باشه. امروز اومدیم به درخواست شما با یک موزیک ویدیوی وحشتناک خوب که میدونم حالشو میبرید، چیزی نیست جز سرود ملی تاجیکستان. آقا من یه ویدیو گرفته بودم راجع به ارتش تاجیکستان که آخر این ویدیو به شما پیشنهاد میشه که اگه دوست داشتین میتونید ببینید. کلا من گفته بودم که آقا سرودهای ملیگرایی اصلا عاشقشم، یعنی یه حالی به من میده، یه انرژی، یه قدرتی به من میده که نگو و نپرس و فرقم نمیکنه واسه کدوم کشور باشه، چه واسه کشور خودم باشه کشور دیگه. کلا سرودهای ملی و ملیگرایی اصلا کلا به من حال میده. بدون معطلی یادتون باشه آخر تمام ویدیوها یه پلیلیست میاد از تمام ریاکتام، دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میشه که برای حمایت از من به اشتراک بذارید، لایک و کامنت و سابسکرایب و فلان بیسار ال بل و جیمیل همه رو انجام بدین. آقا وقتتون نمیگیرم، برو بریم. اصولا سرودهای ملی به اصطلاح نباید قطع بشه و همه باید ادای احترام بهش بکنن، ولی چون اومدم من ریاکت برم روی این سرود زیبای ملی، اگر یه سری جا قطع میکنم به بزرگی خودتون ببخشید. کاملا از چیزهایی که داره گفته میشه توی این سرود ملی انرژی رو میشه گرفت، انرژی مثبت. خیلی باحاله، کلمات واقعا کلمات انگیزشی هستش، دوستشون دارم. و اینکه چقدر اهمیت دادین به اینکه تاجیکستان آزاد من، اینکه کشورت آزاد باشه، خیلی خوبه. بریم ادامه. من سعی میکنم رو همین قسمتش که حالت تکرار میشه بیام استوب کنم که به اصطلاح موزیک رو از دست ندیم. کلا من تو ویدیو قبلی هم که به اصطلاح اول ویدیو بهتون گفتم که مال ارتش تاجیکستان هستش، عاشق سرودهای ملی و ملیگرایی هستم. یعنی وقتی که میشنوم واسم فرق نمیکنه که برای کدوم کشور باشه، چه کشور خودم باشه چه کشور دیگه باشه، اون سرود ملی برای یک کشوری هستش که برای مردم اون کشور بسیار عزیز و محترم و مقدس هستش. وقتی که من میشنوم این سرود ها رو احساس میکنم که خون توی بدن من دوباره جریان دو برابری پیدا کرده و قدرت بهم میده. تمام سرودهای ملی به من قدرت میده، حالا مال هر کشوری که میخواد باشه. نمیدونم چرا ولی این حس رو من میگیرم از تمام سرودهای ملی. عجب سرود ملی باحالی دارین، بریم ادامه. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من. امیدوارم که کشورتون همیشه آزاد باشه، اون چیزی که دلتون میخواد باشه. دیکتاتور رو نمیدونم این افرادی که اینقدر خودخواه هستن که میان و خیلی راحت حق دیگران و حق مردم ملتشون رو پایمال میکنن،
تو کشور شما نباشه و همیشه با صلح و صفا و دوستی و محبت و عشق زندگی کنید. بریم ادامه، ولی فکر کنم دیگه آخرش باشه. بریم ادامه رو ببینیم. امیدوارم که از این ریاکتی که من رفتم روی سرود زیبای ملی تاجیکستان خوشتون اومده باشه. ایشالله که کشورتون برقرار باشه. واقعا آدم های خوبی هستید. من توی این 1 ماهی که با شما آشنا شدم خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم. دمتون گرم. انقدر آدم های با عشق و با محبت هستین که اصلا زبان از گفتنش قاصره. دمتون گرم. دوستتون دارم. آخر تمام ویدیوها یه پلیلیست میادش از بقیه ریاکت ها. یه ویدیوی توپ دیگه هم هستش از ارتش تاجیکستان که خیلی استقبال شدش. ببینید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم که اگه دوست داشتید انجام بدید، اگر دوست نداشتید فدای سرتون. ویدیو رو همین که نگاه میکنید و به من انرژی مثبت میدین برای من کافیه. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی. پیس.